نماینده فدراسیون روسیه کمال تیسپیاتوف، نماینده جمهوری تاجیکستان شریف نظریف. کایتوف از فدراسیون روسیه، سفید پوش شریف جان نظریف، سبز پوش نماینده تاجیکستان، وزن جمعی 95 کیلوگرم. اکنون توجه میکنیم که شریف جان نظریف چگونه هنرش را نشان میدهد. پهلوان تاجیکستانی در حال از بالا میدارد، حلوکی بیرون را هم اینجا میخواست به کار برد، اما شکل هنرنمایی کایتوف دیگرتر است. و حلوکی درونه شریف جان نظریف. آغاز رقابت بسیار خوب است برای پهلوان تاجیکستانی. در دو مورد از حلوکی بیرون و درونه باز تلاش میکند، اما ضد حمله خوب داشت در اینجا شریف جان نظریف، ولی داور چی اشاره میکند؟ نه، امتیاز نیست میگوید. در صورت راه یافتن شریف جان به مرحله 4 نهایی با بکمراد آلتیبویف نیرو میسنجد. کایتوف هم معلوم است که بسیار تجربه خوب دارد و هنرش را هم به طور شایسته نشان داده میتواند او. و اینجا نزدیک بود که از حلوکی بیرونه سری وقتی استفاده کند کایتوف. و ضد حمله خیلی عالی از جانب شریف جان نظریف و امتیاز پهلو برگزار می شود. خیلی عالی همین فرصت رو با استفاده کرد حلوکی درونه رو شریف جان نظریف و داور میخواد این حالت را یک بار بسنجد و امتیاز پهلو باز پس گرفته می شود. حلال شریف جان نظریف با امتیاز حلال راهش را به مرحله 4 نهایی هموار میکند. آنجا با بکمراد آلتیبویف نیرو سنجی میکند. شریف نظریف تو پرتاب عالی. خب توجه میکنیم